بنیاد بزرگمهر تشکیلاتی حقوقی بوده بیرون از تاجیکستان از جانب خویش و نزدیکان محبوسان سیاسی کشور تأسیس یافته است. این بنیاد به خاطر محبوس سیاسی تاجیک ادوکت شناخته بزرگمهر یاروف که دارنده جایزه هاما هامینی، جایزه به نام فیض‌نیسا واحدووا و دیپلم جایزه واصلاو هاول 2019 نامگذاری شده است. مرام و مقصد بنیاد بزرگمهر بلند برداشتن سطح دانش حقوقی مردم، رسانیدن یاری حقوقی به نیازمندان، بررسی و رسانوی کردن قضیه‌های محبوسان سیاسی و افرادی که تحت تعقیب قرار دارند، اینچنین مانیتورینگ وضع حقوق بشر در تاجیکستان می باشد. در سامانه بنیاد بزرگمهر جزئیات پرونده‌های پرسر و صدا، بررسی تغییر و علاوه‌ها در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، مشورت‌های حقوقی، برنامه‌های ویدیویی آموزشی آماده و نشر می‌شوند. شما نیز می‌توانید در این پروژه با ما سهمگذار باشید. بعد از تلاش‌های زیاد با ما نزدیکان محبوسان سیاسی تاجیک میسر شد که بنیاد را به رسمیت درآوریم. از فرصت استفاده برده من به تمام کسانی که با ما در این سمت یاری خود را رساندند مینت‌داریم را بیان میکنم. بنیاد بزرگمهر یاروف اساساً در 3 سمت فعالیت میکند. در سمت بررسی پرونده‌های محبوسان سیاسی، رساندن یاری حقوقی رایگان به محتاجان و اینچنین مانیتورینگ وضع حقوق بشر در جمهوری. باید قید کرد که تشکیلات ما تشکیلات غیر سیاسی می باشد و همیشه برای همکاری با مقامات های دخالدار جمهوری تاجیکستان، تشکیلات های داخلی حفظ حقوق یا اینکه تشکیلات های بین المللی حفظ حقوق و اینچنین شخصان علاهیده گشوده است.